مقامات کارهای داخلی تاجیکستان گفتند به ضد برخی از تاجران دارو در پایتخت 5 پرونده گشوده‌اند. این افراد برای به طور صنعی بالا بردن نرخ داروها و لوازمات طبی از جمله نقاب و لباسهای محافظتی گمان برند. رادیوی آزادی خبر داد که با تشبث و دستور رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف، بیمارستان مرکزی این ولایت در شهر خاروخ به اینترنت دارای سرعت بلند پیوست کرده می شود تا بیماران، کارمندان شفاخانه توانند با نزدیکان خود در تماس دائمی باشند و وقتشان در بیمارستان خوب گذرد. پیام اطلاع داد که امیرقل بابایف معاون سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه 3 روز پیش در بیمارستان کسلی‌های سرایتی پایتخت واقع در محله زرافشان بستری شده است. تشخیص او وجود بیماری کووید 19 در جسمش را تصدیق کرده است. بانک ملی تاجیکستان معلومات درباره بیماری کارمندانش از جمله 2 معاون رئیس آن جمال الدین نورعلیف و حمیدالله مشرفزاده را تکذیب کرده نوشت که حرفها اساسی واقعی نداشته. قسمی از کارمندان بانک ملی تاجیکستان در رخصتی مهنتی نقشه‌ای قرار دارند و کارمندان باقی مانده به اجرای وظیفه‌های خود ادامه داده ایستادند. خبر می‌دهد که 5 می صحبت تلویزیونی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مخرالدین با وزیر کارهای خارجه چین وان ای برگزار گردید. آنها مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و چین در عرصه‌های گوناگون و اقدام‌های مشترک دو کشور در سمت مبارزه با همگیری کووید 19 را برگیری کردند. اخبار با استناد به سایت BFM رو نوشت که سرمایه‌داران روسیه دیوید یاکوباشویلی، یان ینوکوفسکی روز 5 می معرکه بزرگ خیریه برای کمک به مهاجران در پی بحران کرونا ویروس بیکارمانده را آغاز کردند. برنامه پومش است پشتیبانی و تأمین خوراکواری مهاجران کاری را به هدف دارد. قرار است رضاکاران هر روز و مکانهایی که مهاجران زندگی می کنند خوراک برند. این معرکه با تقسیم تا 250 بسته خوراک در یک روز آغاز یافته و تدریج باید شماره بسته های کمک در یک روز به 500 رسانیده خواهد شد. رادیوی آزادی خبر داد فضلالدین احمدوف مالک کارخانه فیض در خوجند دستگاه خودکار دیزینفکسیا یا ضد عفونی را ساخته است که برای نصب کردن در درآمدگاه بازار و بیمارستان‌ها و بناهای بلندآشیانه پیش بینی شده است. او میگوید دستگاه امکان می‌دهد ساکنان نه تنها دست خود را با محلول‌های بهداشتی پاک کنند بلکه لباسشان را نیز بی‌ضرر گردانند. پیام با استناد به خیرالله سیدوف، پسر بزرگ صاحب کاری معروف، وزیر سابق صنعت و بنیادگذار حزب نامنویس نشده تاجیکستان نو زید سعید از گرفتاری او به بیماری نشانه‌هایش شبیه به ویروس کرونا خبر داد. سپوتنیک با استناد به مقامات تندرستی ولایت مرکزی کوهستان بدخشان در جلسه آخری ستاد ولایتی برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس گزارش داد که بیش از 120 نفر گرفتار التهاب شش در بیمارخانه ها بستری شدند. آزیا پلوس خبر داد رهبریت وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان از کارخانه‌های صنعتی دعوت کرده است وابسته به امکانات اقتصادی و مالیشان برای مبارزه با بیماری کووید 19 مبلغ جدا کنند. خبر با استناد به وزارت تندرستی خبر می‌دهد که در تاجیکستان 2 رقم کوتاه تلفن‌های باوری 311 و 511 فعال می باشند و شهروندان می توانند همگونه معلومات‌های ضروری را عاید به مسائل تندرستی دسترس نمایند. متخصصان پرتجربه و سوال‌های مربوط به حفظ سلامتی در صورت تغییر یافتن وضع سلامتی چیکار کردن، به کجا مراجعت نمودن و کدام تشخیص‌ها را سپردن جواب می‌گوید.
همچنین توسط این رقم ها دیگر معلومات مبرم روز را می توان پیدا کرد، گفته است نماینده وزارت. دفتر مطبوعات رئیس جمهور اطلاع داد که امروز صحبت تلفنی امامعلی رحمان با رئیس جمهور ایران حسن روحانی برگزار گردید. روحانی برای رسانیدن کمک به جمهوری تاجیکستان از جمله با تجهیزات، متخصصان صحوی و مواد دارویی اظهار آمادگی نمود. رادیوی آزادی از ابلاغ سربازشکار 4 پزشک در ظفرآباد خبر داد که گفته می شود یکی از آنها عضو ستاد مقابله با کووید 19 بوده است. فعلا در بیمارستان مرکزی ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت 18 نفر با شبهه بیماری همگیر زیر کارانتینند. مسئولان کمیسریات حربی ناحیه ظفرآباد میگویند که جوانان اختیاری به ارتش رفتند. پیام نوشت کنسولگری تاجیکستان در استانبول از کمک مردم ترک که برای مهاجران جمع‌آوری می‌کند سوء استفاده کرده است. این نهاد نه تنها کمک‌ها را از نام حکومت تاجیکستان تقسیم کرده بلکه بین مهاجران فرق‌گذاری نموده است. وزارت تندرستی اعلام کرد که تعداد گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به 379 نفر رسیده است. تلفات 8 نفر شد. در 24 ساعت گذشته در کشور 86 مورد نو سرایت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است و با همین تعداد گرفتاران تا روز 6 می به 379 رسید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان از دراز کردن مدت تعطیل در بازی‌های فوتبال خبر داد. قبلا آن تا 10 می معین شده بود. پیام اطلاع داد سردختری آسایشگاه خصوصی اویس شهری استرافشان مبتلای کووید 19 شد. جمشید نرزولایف با گرفتاری به ویروس کرونا بستری شده است. آزادی می نویسد ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس نو 1,690,000 دلار دیگر کمک می کند. چند روز قبل آمریکا نزدیک 700,000 کمک کرده بود. سپوتنیک خبر داد که شیرعلی کبیرов یکی از راهبران کلانترین کارخانه صنعتی تاجیکستان تالکو برای مبارزه با کرونا ویروس در کشور 600,000 سامانی جدا کرده است. پیام اطلاع داد که امروز غزلسرای معروف هنرمند شایسته تاجیکستان محمد علی ایوبی با پسرش سفرعلی ایوبی با تب بلند به بیمارخانه آورده شده برای تشخیص بستری شدند. از آنها علاقه تشخیص گرفتند ولی هنوز نتیجهش اعلان نشده است. روزنامه‌نگار عبدالرحمن رحمانوف که با التهاب شش بستری شده است از نوبت‌پایی زیاد پس درهای طبیبان نرخ‌های آسمانی داروها و رنگین خبر داده سوال گذاشته است که کمک‌ها به کشور رسیده ایستاده است. کنی مگر نمی شود اقلاً 50% در این شب و روز به مردم آسانی بخشیم؟ داروخانه ها را گشتم، داروهای فرموده طبیبم را نیافتم. هر روز جای کمشدن زیاد شده است. کدام خانه نداره دوتا سیت خفگیگاه های؟ الان حاضر پرابلم ما همون اویله ما باید تیبی باید چونکی مثال یک مادر شده است فرزند شده است کلیدش من میخوام شده است ما باید الان جو همین ترتیب نکرداشتم. زین رئیس این ترتیب ما این تیبی اویله که یواش شده و فهماندن در کار مردم و همیشه ما میدونیم همون رحم بیاد که مادر من نمونم یا لیکن این دیگه علاج نیست. اینا ما باید الهیده تیز وای کنیم کدر مادر کارو چلو کدر مادر رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net